سوال من به شما چنین است: من در یکی از امر معروف های شما شنیدم که 7 گناهی هست که آدمان از رحمت پروردگار بی نصیب می شوند. برای مثال با دست ریزاندن شهوت در حالت حیض، با زن خانه‌داری کردن یا به حیوان رسیدن. اگر بنده یکی از این گناه ها را در آوان جوانی از روی نافهمی کرده باشد، حالا پشیمان شده توبه کند، آیا از رحمت خداوند بی نصیب می شود یا نه؟ التماس جواب درست دهید. یعنی ما 7 گناه گفتیم که حدیث پیغمبر است که روز قیامت از رحمت پروردگار دور هستند. که چگونه که این برادر 3 گناه این یادآور شد. اگر این گناه ها را کدام از ما و شما در حالت جوانی کرده باشیم و امروز به سوی پروردگار بازگردیم و گوییم ای بار الهی، ای بار خدایا، ما هر گناهی که تا امروز کردیم از نافهمی بود، از جهل بود، از نادانی بود، امروز که فهمیدیم که این جنایت است، این گناه است، توبه به سوی تو کردیم. خدایا مرا ببخش. خداوند شما را میبخشد. رسول اکرم میگوید التائب من الذنب کمن ذنب له. توبه کننده از گناه مثل شخصی هست که گناه نکرده باشد. من دیروز در نماز عید به همه شما خبر دادم و در باب توبه کمی صحبت کردم. جوانای عزیز و برادرایی که امروز سین سال شما به 50 و 60 رسید و امروز قدم اولین به مسجد گذاشتین، شما از ملامت هیچ کس نترسید. خداوند شما را همچون بنده به درگاه خودش قبول کردگی است. اگرچه تا امروز تو عرق نوشیدی، اگرچه امروز تو صدها زنا را انجام دادی، اگرچه امروز تو دیگر گناه ها را صادر کردی، امروز که به مسجد آمدی، امروز که تو بالای جای نماز بر آمدی، خداوند همه گناه های تو را به نیکی ها مبدل کردگی است. این وعده پروردگار است. این حدیث پیغمبری خداست. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کسی گناه میکند، توبه میکند، خداوند توبه او را قبول میکند و این شخص مثل شخصی هست که گناه نکرده باشد. برای همین برادرای عزیز و پدرای مهربان، از همه شما خواهش میکنم، همون فرزند یا برادری که در پهلو میبینیش و تا دیروز وای عرق خور دیده بودی، تا دیروز وای زناکار دیده بودی، تا دیروز وای دروغگو دیده بودی، وای ملامت نکن، بلکه بگو بسیار خوش آمدی، خوش به حالت که 1 ساعت پیش آمدی، بسیار کاری نیک کردی. با این گونه صحبت ها ما باید دل وای به دست گیریم، نه اینکه وای ما و شما از مسجد گریزانیم. تا دیروز تو عرق نوش بودی، امروز باز تو نماز خوان شدی. خودت چی بودی؟ تاریخ خودت اگر ورق زنن از دیگ دهم سیاه است. خدا در قرآن میگه ولا تجسسوا، یکدیگر را جستجو نکنین، از تاریخ یکدیگر یادآور نشوین. اگر شما تاریخ حضرت عمر خوانین، به سوی خدا پناه طلب میکنین که چه عملهای نادرستی کرده بودند. یکی خدا که هدایتش کرد، امروز 1.5 میلیارد مسلمان روی دنیا حضرت عمر میگویند. دحیه کلبی 60 سال پادشاهی کردند، میگوید 60 نبیره و دختری خودم به دستی خودم قتل کردند. یکی خداوند بخشی داشت. وقتی وی لا اله الا الله محمد رسول الله گفت، خداوند از کل گناه های او درگذشت. برای همین هر یک انسانی که توبه میکند به سوی خدا بازگشت دارد. من برای همه شما سخن خدا و پیغمبر اعلان میکنم که خداوند شما را بخشید. 10 سالی که تو گناه کردی، 10 سال تو نماز خواندی، 10 سال تو عبادت کردی. ناامید نشو، بلکه آمده از صحبت ها برخوردار شو. عبادت تا 2 چند کن، آب چشم تا زیاد کن. و این دروغی که این برادر گفته است، برای آنی که
در کار حکومت برای او یگان سختی نرسد. این من حتی از یک داملای کلان پرسان کردم، اون حضرت گفتن جایز است، جایز است که برای اگر نماز و اگر یگان دروغ استفاده برده و آمده نماز خواند. اگر چنده که مثال دروغ در حدیث های پیغمبر میگوید برای در حرب، یعنی در حالت جنگ، الحرب خدعتون گفت از پیغمبر، جنگ خودش فریب است، یعنی جاتا از اینجا ایواز میکنی، از اینجا ایواز میکنی برای دفاع کردن جان خود از دشمن. این هم یک نمود فریب است. این رسول اکرم اجازت دادند. و دیگر فریب، این دیگر دروغ جایز است اگر بین دو آدمی که قهری باشند. ما رفته پیش او کس میگوییم که وای بسیار پشیمان شده است، حالان که وای پشیمان هم نشده است. ولی امروزه قهری های ما و شما برعکس تکبری دارند، فخر میکنند. اگر ما رفته از جانب اونها گوییم که وای پشیمان شده است، وای خودش را هر روز ملامت میکند که این چی کاری نامعقول بود، اگر این گونه سخنهای دروغ هم استفاده بریم تا که دل وای نرم کنیم و اینها باز با یکدیگر آشنا شوند، این دروغ هم جایز است. و دروغ دیگری که جایز است بین زن و شوهر، اگر یعنی جدایی اگر پیدا شده باشد، اونها را باز برای یک جا کردن و زندگی اونها را مستحکم کردن. اگر ما دروغ هم که گوییم، پیش زن رویم گوییم که مرد پشیمان شده است و میگوید که کاش که یک بار دیگر باز زندگی کنم، و پیش شوهر رفته مثال از حساب زن گپ زنیم که زن تو هر روز گریان است و باز زندگی دوباره میخواهد. این گونه سخنهای دروغ هم اگر استفاده بریم برای یک جای شدن زندگی اینها هم جایز هستند. السلام علیکم داملا حاجی میرزا. داملای عزیز، همه آبادی مسجد از برکات شماست و ما نیز از 90 کیلومتر پیش شما می آییم و روز و شب در حق شما دعا میکنیم. یک سوال داریم. آیا در قبرستان اگر در پهلویت شخصی را بیارند و گور کنند، از او ضرر یا فایده هست یا نه؟ با احترام. آیا در قبرستان اگر در پهلویت شخصی را بیارند و گور کنند، از او ضرر یا فایده هست یا نه؟ با احترام مخلص شما. سوال دوم، به دعوت به خانه‌ای که صدقه کرده است رفتن چه خیل است؟ اگر ما و شما در گورستان، این سوال این برادر این است که در گورستان اگر در پهلوی تو نفر را بیارند، آیا از حساب او همون همسایش عذاب یا راحت میبیند یا نه؟ در حدیث های پیغمبر میگذارد، در قصه ها هم میآید که از پیغمبر خدا این سوال کردند: ای پیغمبر خدا، اگر در قبرستان در پهلوی من یک شخص نیکی را، خوش اخلاقی را اگر آورده و گور کردند، آیا از او به من یگان فایده هست؟ رسول اکرم گفتند آیا اگر وی زنده میشد و اگر همراه او تو یک جا بودی یا در همسایگی او زندگی میکردی، آیا از او به تو چیز فایده میرسید؟ گفتم بله، فایده میرسید. گفتند مادامی که اگر در حیاتت در پهلوی آدمی نیک باشی، در همسایگی آدمی نیک باشی، از او به تو فایده که رسد، در مردن هم انا همین احوال است. این اگر در پهلوی ما و شما نفری را خوابن که وی عالم است، وی شهید است، وی روزدار است، وی با نماز است، وی عبادت کننده است، خوش به حال ما و شما. لیکن اگر در پهلوی ما و شما نفری را خوابانند که خیلی بد اخلاق،
بد گفتار، بد کردار و دیگر عملهای ناشایسته ای را در دنیا انجام داده باشد، ضرری او به همسایه‌اش میرسد. یکی از صالحان حکایت میکند، پیری او کس میگوید من این شاگردی خدا در خواب دیدم که خیلی احوالش بد، خیلی چهرهش زرد و گریان بود. وقتی که روز شد بسیار غمگین شدم که این شاگردی من احوالش خیلی بد است. وقتی از بین میگوید 3 روز گذشت، باز همین شاگردی خدا در خواب دیدم که این دفعه در یک باغزار چمنزار سیر و سیاحت میکرد. بسیار وقتش خوش بود. پرسان کردم ای دوستی خدا، 3 روز پیش من تو را در دیگر احوال دیدم، امروز احوالت خیلی نیک دیدم، چی سبب دارد؟ گفت در اصل وقتی که مرا در قبر خوابانیدن، بعضی عملهای نادرستی که من انجام دادم خدای خود غضبناک یافتم. لیکن 3 روز بعد در پهلوی من یک عالم را آورده خوابانیدند که خداوند از شفاعت این عالم 40 همسایه اطراف قبرستان شفاعت کرد. 40 نفر دیگر از عذاب الهی خلاص یافتند به حاضر شدن یک عالمی که در قبرستان خوابانیده شد. از این خاطر از همسایه قبر هم تأثیر برای ما و شما میرسد. ابوبکر وراقی را حکایت میکنند که گفته بود است به گورستان از آن روزی که خوابم چنین در گریه و حال و تباهم. ابوبکر وراقی هزارها شاگرد داشتند، خدمت‌های شایسته در اسلام کردند. گفتند از آن روزی که در همین گورستان پای قدم کردم هیچگاه از گریه خالی نبودند. اینا استادش نقل میکند. وقتی پرسانش کردند چرا اینقدر گریه میکنی، تو اینقدر خدمت نشان داده هستی، اینقدر آدم پاکیزه بودی؟ و ای گفته است به گورستان از آن روزی که خوابم چنین در گریه و حال و تباهم که هر مرده بیارن سوی گورستان ندارد 10 اون نور ایمان. از این گریه دارم، از این احوال من بد است که 10 نفری که میارم به گورستان هر کدامش که در قبر میگذارن خبر او اعلان میشد که این آدم ایمان نآورده است. این عذاب من، این دهشت ها و این غم منم از حساب همین است که این بندگان خدا به ایمان به خانه آخرت خود سفر کرده ایستادند. و دیگر مسئله گور در اینجا صحبت شد. برادرای عزیز، در بالای قبرستان ها اسراف نکنید. بالای گورستان ها در این سیمنت هایی که برده میریزین، مقبره هایی که شما میکنین، اینها از روی دستورات اسلامی جایز نیست. اینا در اسرافات میدرآید. اینا اسراف هستند. اسلام ضد اسراف است. اسراف نمیخواهد. اسرافکارها را دوست نمیدارد. باید که قبرستان های ما و شما، قبرهای ما و شما عادی باشند. برای نشانه میلش یگان سنگی را اگر برده گذاشتیم در اون هم اینقدر آیه های کریمه می نویسند، بسم الله الرحمن الرحیم می نویسند، تاریخ سال می نویسند، شعرها می نویسند. اینها را ننویسید، اینها جایز نیستند. بالای قبرهاتون گچکاری نکنین، حدیث های پیغمبر است. بلکه می توانین در قبرستان هاتون درخت شینانین، قبرستان ها را به گلزارها مبدل کنین. قبرستان ها یک منظره های زیبایی شوند. اون گل های تر و تازه تسبیح مرده را میگویند. لیکن این مناره هایی که شما میکنین، اینقدر اسراف هایی که بالای گورستان ها میکنید، اینها را اسلام برای شما رخصت نمیدهد. شما گناهگار میشوید در این مبلغ هایی که در اون مقبره های بالای گورهاتون صرف میکنید. حضرت مولوی جنونی را خدا رحمت کند میگوید اگر گورت همه نقش و نگار است، چی سود پر در لحد گر اژدهار است. چی فایده دارد بالای قبرها را اینقدر نقش و نگار کردن وقتی که داخل قبر از اژدهار خالی نباشد.
وقتی داخل قبر عذاب داشته باشد این نقش نگار به کی فایده دارد؟ برادرای عزیز و پدرای مهربان، همه شما آینده زیر قبر می روین. کاری کنین که داخل آباد کنین، بیرون آباد کردن هیچ معنی نداره. میلش از گروه های پدر و مادرهامون خبر میگیریم، اطرافهاش را تازه میکنیم، سبزگاری میکنیم، درخت میشینانیم، لکن عمارت نمیکنیم. عمارت جایز نیست. در مسئله ها من چندین بار خبر دادم که حتی اگر گورکنها در داخل قبر ساعتش فراموش کند، لباسش فراموش کند یا بیل میکندگیش فراموش کند، اگرچه در اسلام قبر دوباره کندن جایز نیست، لیکن برای آن که این ساعت فراموش شده است یا لباس فراموش شده است یا بیل فراموش شده است که به این آدم‌های زنده محتاجند، برای این اسلام رخصت میدهد که قبر دوباره کنید. ببینید در لحد غشت پخته ماندن مکروه است میگوید. برای چی؟ برای که به غشت پخته آدم‌های زنده محتاج هستند. یا اگر در لحد تخته مانی مکروه است میگوید، برای به تخته آدم‌های زنده محتاج هستند. برای مرده چی در کار اینها را نکنید برادرای عزیز. اینا احترام پدر و مادر هم نشانه میدهد. شما در دنیا دعای پدر و مادر را گیرین، این بهتر است از او که بالای قبر او را اگر تو طلایی کنی. بسیاری فرزندها هست که پدر و مادر را در حیات ناخشنود میکنن، خفه از دنیا روانشان میکنن و بعدن چیکار میکنن؟ بعدن دیگر میبینی که هفته ها نان دادن، بعد بالای قبرهاشان دیگر میبینی که هر گونه نقش نگار دادن، وای به تو فایده نمیکنه. پدر و مادر در حیات دعاش بگیر، در حیات با او معامله نیکن. این است بردی شما. و دوم سوالی که این برادر ما کردن، به دعوت خانه‌ای که صدقه کرده باشد رفتن درست است یا نه؟ امروز انشاءالله من باوری کامل دارم که این مسئله خیلی حل خودش یافتگی است. اگرچند که در دوره‌های کمی چند سال پیش بعضی از شعارهای نادرست و بعضی از تبلیغهای نادرست وجود داشت که هر جایی که اگر صدقه را شنیدین یا نان را شنیدین حتمی روین. این دروغ است. صاحب 4 کتاب خدا رحمت کند میگوید اول آن باشد که مانندی مگس، مردی ناخوانده شود مهمان کس. هر کی او مهمان کس ناخوانده شد، نزد مردم خار و زار و رانده شد. آدمی ناخوانده گفته است حکم مگس دارد، حکم پشه دارد. پشه را بینین از این خانه به او خانه، از او خانه به او خانه حرکت میکند، عاقبت در یک خانه میزنن نابودش میکنن. آدمی که دعوت نداشته باشد، آدمی که او را به سوی اون خانه نخوانده باشند ترک کنین. این دروغ است که نانشونیدین باید که رفتن واجب باشد. اذا دعی احدکم فلیجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. پیغمبر خدا گفتند وقتی اگر کدام از شما را به کدام خانه دعوت کردن فلیجب، اجابت کن، رو به اون خانه. اگر تو روزدار باشی در اون خانه دعا کن، اگر روزخور باشی از طعامش استفاده ببر. حتی روزدارم که باشی دعوت قبول کن. در اون خانه چکار میکنی؟ دعا میکنی. لیکن اگر روزخور باشی از طعامش استفاده میبری. و اینجا یک مسئله دیگر هم پیدا شد. اگر در کدام خانه که رفتید مبادا پیش شما طعام آوردن، این یک فعل پیغمبر بود که اگر رسول اکرم طعام معقولش میشد طعام میخورد، اگر مبادا که این طعام شور میشد یا مزه نمیداشت وای عیب نمیگرفت، وای کمبودی این طعام نمیگرفت، بلکه میگفت که من اشتها ندارم. اینم یک صورت مسئله هست که امروز
در چندین خانه هایی که ما و شما مهمان میشویم همون طعام میچشند. اگر کمی لذت نداشته باشد در بین مردم اعلان میکنند یا شور است یا لذت ندارد یا دیگر. اینم از آداب مهمانداری نیست. السلام علیکم داملای شیرین سخن، حاجی مرزا. خدا عمر و برکت به علم شما را زیاده گرداند که با سخنهای شیرین خود در دل ما جای گشتید. من بار اول است که در مسجد شما اشتراک دارم و میخواستم با این سوال خود پاسخ گیرم. میگویند شخصی بی نماز را نانش را خوردن، با او خیر احسان کردن، با او دوستی کردن، او را سلام دادن و حرمت کردن درست نیست. ولی ما را چنین شخصان و مرا چنین شخصان به خانه خود دعوت میکنند، سلام میدهند، با ما دوستی کردن میخواهند، خیر و احسان و حرمت میکنند. بگویید که ما جوانان در این معامله چیکار کنیم تا اینکه دشمن مردم و دشمن خدا نگردیم؟ با عذر و احترام بابای داملا، خدا شما را نگه دارد. در کتاب زکات دادن بر آدم کافر من میکند و الا خیر احسان به کافر دادن جایز میگوید. ما باید آدمهای بینماز تربیه کنیم. آدمهای بینماز باید از معرکه ها پیش نکنیم. اونها را با چشم حقارت ننگریم، اونها را دشنام ندهیم. باید که اونها را ما و شما مثل برادر نمازخوان دوست داریم، احترام کنیم. رسول اکرم میگوید لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. ایمان شما کامل نیست تا آن زمانی که آن چیزی را که برای خودت دوست می‌داری برای برادر مؤمن دوست نداری. یعنی آن برادر را ما و شما باید که تکلیف کنیم. اگر تکلیفی بر خانهش کند به خانهش میرویم و در خاندانش وقتی که ما و شما نعمتهای خاندانی او را خوردیم باید که باید شینانده و نصیحت کنیم. هارون الرشید، یک قصه یادم آمد. این از دوره های عباسیان است. ابو یوسف در دوره های هارون الرشید زنده بودند، شاگرد امام ابو حنیفه. میگوید بار به خانه هارون الرشید مهمان شدم. هارون الرشید همه شما میدانید که یک مملکت کلانی را صاحب بود. وقتی به خانهش رفتم یک سوالش کردم، نگاه کردم که تا حال هارون الرشید عصر را نخوانده است، وقتی عصر رفته ایستاده است. گفتم ای هارون الرشید، اگر تو در بیابان تشنه مانی و حالتت خیلی ناخوب باشد، من برای تو اگر آب دهم به من چی میدهی؟ گفت من بر تو نصف ملکم را میدهم. ابو یوسف میگوید باز سوالش کردم، اگر مبادای این آب تو خوردی و نوشیدی و در حلق تو ایستاد پایان نرفت و اگر طبیب را دریافت کردیم ماهرانه با طریق آسان این آب پایان برد، این حالت در این طبیب چی میدهی؟ گفت نصف ملک دیگرم را او را میدهم. میگوید گفتم ای هارون الرشید، وقتی که دولتت را، ملکت را برای یک آب دادن من و برای یک طبیبی که آب و پایان روان میکند میدهی، پس آن پروردگاری که برای تو این آب مهیا کرد، این آب آفرید و خالق این آب همون پروردگار است، چرا که نماز عصر تا نخوانده؟ تو برای ما دو مخلوق، یکی من یکی طبیب، دولتت را برای تنصیحتی و برای آب دادن میدهی، برای آن پروردگاری که مهیا کننده این آب است،
پیدا کننده این آب است. برای چی نماز عصر تا تأخیر کردی؟ چرا نماز عصر تا نمیخوانی؟ یعنی ما و شما وقتی در نزد دسترخوان این نفری بی نماز که نشستیم با او مثال میاریم. ای برادر عزیز، این نعمت‌هایی که در دسترخوان توست اینها را کی پیدا کرد؟ آیا همین انصاف است؟ آیا همین رحم است؟ آیا پدر تو بی نماز بود؟ مادر تو بی نماز بود؟ اجداد تو بی نماز بود؟ چرا از آنها عبرت نمیگیری؟ گفته وای ما باید که نصیحت کنیم، نه دشنام، نه از معرکه وای پیش کنیم. این طرز درست تبلیغ نیست. برای همین از همه شما برادرای عزیز، کدام همسایه، کدام برادر، کدام خواهری که از شما بی نماز باشد، از اونها فقط چیکار کنید؟ از اونها فقط با طریق درست، با طریق نرمی دعوت کنید، اونها را به سوی نماز بیارید. انشاءالله در این شما ثواب میگیرید. حضرت علی را پیغمبر خدا چی گفتند؟ والذی نفسی بیدی لا یهدی الله. یعنی حدیثی هست که ای علی، اگر از دست تو یک نفر اگر هدایت بیابد، این در نزد پروردگار خوشتر است از یک اشتر سرخمویی که تو قربانی میکنی. یعنی از این خاطر شما یک آدم اگر اهل هدایت گردانین، تصور کنید که از یک اشتر سرخمویی که شاید وای چندین هزار سامان قدر دارد، شما در راه خدا خیر کردگی هستین. یک سوالی هست، شاید این وقتی ما تا حد امکان گپ میزنیم. یک برادر از ما التماس کردن که این سوال چند جمعه پیش بود که در باب غیبت کمی صحبت کنم و امروز اما در یک معرکه سحر بودیم. همون خاندارم باور کنید تکلیف کردن از پیش خود که شما در صحبت هاتون در باب غیبت سخن کنید که هر معرکه که می نشینیم فقط غیبت است، فقط غیبت است. غیبت خودش چی معنا دارد؟ یک انسان در غایبیش سخن گفتن. چنان سخنهای میگوید که وقتی که اون سخن پیش وای میارن وای ناراحت میشود از این سخنها. اینا میگوین غیبت. خداوند در قرآن میگوید ولا یغتب بعضکم بعضا ان یحب احدکم ان یأکل لحم اخی میتا فکرهتموه. خداوند میگوید ای بندگان من، یکدیگر را غیبت نکنید. آیا دوست می‌دارید این که گوشت یک برادری مرده شده را پیش تو نهایند، پیش تو گذارند و به تو امر کنند که این گوشت را بخور؟ فکرهتموه. آیا برای تو این خوردن دشوار است؟ برای تو نفرت آور است که گوشت یک برادری مؤمنت را بخوری؟ از غیبت باید ما و شما دور باشیم. حضرت سعدی میگوید مکن غیبت اگر عقلت تمام است که گفتار تو در غیبت حرام است. غیبت کردن این حرام است، این درست نیست. اگر عیبی تو گردد بر تو ظاهر، با عیبی کس کجا پرداز آخر. حضرت میگوید که کنی یک عیبهای خود حساب کن، یک تاریخ خود نگاه کن، چند قدر عیب داری، چند قدر نقص داری. عیب یک برادر مؤمن تا کجا تو میکاوی؟ کل المسلم علی المسلم حرام ماله و دمه و عرضه. پیغمبر خدا میگوید هر یک مسلمان بر مسلمان حرام است. چی حرام است؟ خون او، مال او، آبروی او. حرام است که یک برادر شما در غایبی آبروی را پس کنید. چگونه که امروزها میشنویم فلانی این گونه گفت، فلانی اون گونه گفت. مالک ابن دینار را حکایت میکنند که میگوید بسیار عادت مبارکش این بود که در قبرستان می نشست، فقط در قبرستان می نشست. گفتن ای مالک ابن دینار، تو کجا می نشینی؟ نخواد جای شیشتن نیافته باشی که نشستگاه خود قبرستان در قرار دادی. حضرت مالک ابن دینار چی گفتند؟ گفتند ای مردم، گفتند
من در بین قوم نشستگی هستم که اگر در بین اونها ماها که نشینم کسی اونها مرا آزار نمیدهند. من در یک مکان نشستگی هستم که اونها مرا آزار نمیدهند اگر یک ماه همراه اونها نشینم، و اگر وقتی که از پیش اونها خارج میشوم و خانه میآیم کسی اونها مرا از پسم غیبت نمیکنه. و حضرت گفتند نشستن با مرده ها بهتر است از آن که با نشستن زنده ها، که امروز اگر در بین مردم نشینی آزارت میدهند، اگر از معرکه بیرون شوی از پس غیبت سر میکنند. حضرت مالک ابن دینار گفتند هزارها بار بهتر است از شما باری زنده های غیبت گرده همون مرده هایی که خاموش هستند. امروز زنک ها الکی قفا ماندند. غیبت این اولا از زنها بود، امروز مردها این غیبت گرفتند که در هر معرکه‌ای که می نشینیم کدام معرکه‌ای نباشد حتمی غیبت در اونجا وجود دارد، بی غیبت نمی شود. رسول اکرم می گوید من یضمن لی بین لحییه و ما بین رجلیه اضمن له الجنه. کسی اگر ضامن گرداند خودش را به سوی من این که زبانش را داشته می تواند و بین پایش را از حرام نگه می دارد اضمن له الجنه، من هم خودم را ضامن می گردانم که وی را وارد جنت بگردانم. کدام شما اگر قوت داشته باشین و خودتان را ضامن گردانین در نزد پیغمبری خدا که ای پیغمبری خدا من این زبان فقط در یاد خدا و در تعریف بندگان خدا و در فقط خوشگفتاری صرف میکنم، رسول اکرم برای تو ضامن میشود که تو را وارد جنت کند. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. پیغمبری خدا میگوید کدام شما ایمان داشته باشید، البته کدام شما را الحال گوین ایمان داری، البته میگوی ایمان دارم، اگر به ایمان گوین شما را باور کنین چندقدر قهر و غضب شما بلند میشود. لیکن رسول الله با ایماندارها مراجعت دارد. ایماندارها، کسانی که میگوید ما به خدا و پیغمبر ایمان داریم، فلیقل خیرا، فقط هر وقتایی که زبان تا در حرکت میدراری فقط سخن نیک بگو. امر دارد پیغمبر سخن نیک بگو، غیبت نکن. او لیصمت، سخن خوب نمیدانی سکوت کن، سکوت برای خود اختیار کن، خاموش باش. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله اینجا در حق برادرانی هستن که دعا میکنیم. اینجا یک برادر التماس کرده است، التماس یگان 20 دقیقه زیادتر گپ زنید از دوشنبه مهمان ها. اینجا الحمدلله که مهمان های زیاد داریم و این 20 دقیقه را ما نمیتونیم که البته الحال دراز کنیم، زیرا ما میتوانیم که از قسمی یعنی از ساعت ها 11 هم موعظه ها منحصر کنیم. میتوانیم انشاءالله اینم یک فکر میکنیم، شرط شرایط هاش میابیم تا که همین 1 ساعت نه بلکه 1.5 ساعت کنیم. لیکن اینجا در باز یک گفتی حکیم ها ناگفته نماند. میگویند سخن خوش ده هرچی مرغوب است شیوه اختصار مطلوب است. همین سخن خوب اگرچه مردم در رغبت میارد، اگرچه مردم مست میشود، اگرچه مردم یعنی یک خواهشات زیادش پیدا میشود، باز میخواهد که سخن درازتر باشد. لیکن این شاعر میگوید که شیوه اختصار مطلوب است. من میگویم که سخن خوش کمترش بهتر است. برای چی؟ مثال میارد که شهد اگرچه نفع بیگران دارد چون از آن پرخوری زیان دارد. همین عسل میگوید سر به سر فایده است، سر به سر شفا است، در همه دردها شفا است. لیکن اگر از همین عسل هم که زیاد خوردی همون زلالت میکنه.
از این خاطر سخنهای خدا و پیغمبر از عسل دم دیده شیرین تر است. لیکن فکر میکنیم همین 1 ساعت شاید کفایت کننده باشد. برای ما و شما همون باز میگردیم به سخن همون محمد صاحب ایرانی، 1 نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدم دانا، برای آدم اهل فهم 1 نکته بس است، 1 جمله بس است اگر عقل و خیرت و فراست داشته باشد. لیکن اگر عقل، خیرت و فراست نداشته باشد، برای او اگر ساعتها نه بلکه شبها اگر گپ زنیم، مثل 1 چراغ در پیش 1 آدم نابینا گذاشتن است.